تو المپیک 2012 اومدن چیکار کردن؟ از کرونا رونمایی کردن. مثلا برید افتتاحیه المپیک 2012 رو ببینید، تختای بیمارستان میارن وسط افتتاحیه المپیک رو زمین، پرستار میارن وسط. همین جانسون، بوریس جانسون مریض شد توی یه عروسک شبیه اون درست کردن، بعدش نشون داد این بیماری‌ها باعث میشه بچه‌ها برن تو خونه، بعد تو خونه دیگه جنسیت ریخت به هم. یعنی مرحله بعد بازی بعدی چیه؟ آره، و هم ریختن این مفهوم جنسیت که توی این المپیک جدید رونمایی کرد. اون شام آخری که شما دارید اینا ووکیستن. ووکیستا کیان؟ اینو باید خوب متوجه بشید. ببینید جریان چپ تو دنیا، کمونیستا، مارکسیستا، سوسیالیستا، اینا میگن باید تضاد طبقاتی رو از بین ببریم. اشتباه هم میکردن. به این سادگی از بین برو نیست، چون ظرفیت انسان‌ها با هم چیه؟ متفاوت. این آروم آروم یه مفهوم فرهنگی اجتماعی پیدا کرد. به این سادگی هم که دارم میگم نیست، فقط برای اینکه عمومی حرف بزنم. این ووکیستا کیان؟ ادامه همونن. اونا میگن این تضاد طبقاتی رو ما تا همه جا بعد از بین، فقط طبقات اقتصادی نیستن. بین سیاه و سفید بعد از بین ببریم، بین چاق و لاغر بعد از بین ببریم، بین زن و مرد بعد از بین ببریم، بین دو جنسه و نمیدونم چی از بین بعد ببریم. همین ال جی بی تی کیو پیا ایکس وای زد تا هاش میخوام برن دیگه، هم چیزی اضافه میکنن هر هفته. اینا هم همینن. فرقش با لیبرالیسم فرهنگی تو چیه؟ لیبرالیسم فرهنگی میگه که تحریک نکنینو، اما اگر یه روزی مردا به این نتیجه رسن کرم بزنن اشکالی نداره. مثلا چی میگم؟ مثلا یه زمانی واقعا مردا، همین الانش هم خیلی بعضی مردا اینجوریه، مثلا میگه یه ضد آفتاب بزنیم بارو زشت مرد ضد آفتاب بزنن که مثلا اینجوری میگن با خودشون، اما خیلی هم میزنن. شکست درسته؟ بد است یا خوب است؟ میگه خب لازم داشتن دیگه مردا. آقا کرم زدن مال زنا بوده فلان، کی گفته؟ این اون لیبرالیسم فرهنگی تو چیز بعدم کم در نیومده. دقت کنید. اما ووکیستا چی میگن؟ میگن نه، عمدن اینو به وجود بیار که بگو این وجود نداره. برای این شام آخر حضرت عیسی رو تابلو دومینچی رو گذاشتن، به جای خود حضرت عیسی یه زن خیلی چاق، یه دیجی باربارا اسمش، این یهودیه اصالتا و هم جنس بازه. ببین یعنی هم چاق بگن آقا من چاق و لاغر با هم فرقی ندارن، مثلا زن و مرد با هم فرقی ندارن، سیاست با هم فرقی ندارن. فرق یعنی چی؟ من همینا حرفه تفاوت هستی. ارزش گذاری ان اکرمکم عندالله اتقاکم، هر چه آدم‌تر بهتر. اما اینی که بیای تحریک کنی، بعد توی همون تصویر متاسفانه مثلا این کودکی هم بود روی میز کنار اینا نشسته. این چی؟ یعنی قصه اینا تو هم جنس بازی نمیمونه، رفتن رو سراغ پدوفیل ها. یه کسی که نیاز جنسی به کودک هم داره شما به رسمیت بشناسید. این مسئله گفتم ته نداره، ال جی بی تی کیو نیست. برو تا زد هم میرن، کم بیارم 50 تا حرف دیگه هم اضافه میکنم بهش.